درود دوستان عزیز، ما قرار کردیم که پس از فرصت‌های نچندان زیادی انتظاری در نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل اطراف گزارش‌های مهمترین تابستانی ورزش رقم اول حرف زنیم و سخنی نخست البته که سر کارهای بزرگی در وطن فوتبال است. هر تابستان اگر مردم مشغول آبازی و استراحت باشند، ما چون دایم از پی حساب‌کنی پول ترانسفرهای یورو فوتبالیم. چون دایم در ترانسفرهای تابستانی تیم‌های انگلیسی وابسته به پولداری فعالند. این نوبت برایتون برای عوض 20 میلیون پوند پاسکال استریک را از لیدز خریداری کرد و با دفاعگر شرطنامه 5 ساله بست. دفاعگری 26 ساله که در صفیصد برگانی سفید سر از سال 2018 برآمد میکرد، اکنون پاسبان لانه‌های تورنگان در دیویزیون سرسختی فوتبال انگلیسی خواهد بود. دارنده 2 سال بازینه 17 در پرمیر لیگ انگلیس باشد. این تابستان در بازار سراسیمه و سرکار است. چند پیش اگر مارکوس سنسی و رابرتسون به تاتنهام آمدند، اکنون لندنی ها اویدی گزارشی دروازه‌بان منتخب اسلواکیا مارتین دوبرافکا رسما اعلان نمودند. دروازه‌بان سابق نیوکاسل و بیورنی که 37 ساله است برای تاتنهام چون نفری دومی خدمت میکند، زیرا آنتونین کینسکی علاقه دروازه‌بان اساسی بوده. گلیرمو ویکاریو احتمالاً دسته را ترک میکند. قهرمانی فعلی انگلیا هم چطور همگان شاهدند از لندن بوده تابستان باید که در راه پرقوت‌شوی دست به کار شوند. ارسنال ارتتا است برای همین پیرو اینکاپی را برای عوض 40 میلیون یورو از بایر به پرگی خریداری نموده. با دفاعگر شرطنامه مهلتش تا سال 31 امضا نمود. اکوادوری 24 ساله که موسم قبلی در صف لندنیا تاریخ اجاره بود و در 25 بازی با 1 گل و 2 پرتافت گلی از خود سر و صداها بلند کرد. از این پس به پرگی و با دل پر در لندن مسکن میگیرد. در صف سابق قهرمانی انگلیا خود تیم من سیتی باشد. علاقه رسما خبر اساسی این است که همگان شاهد آمدنی عوض کننده گواردیولا به دست شدند. چطور از آخری بهار معلوم بود پپ را در سیتی شاگردش مارسکا عوض میکند. انسو مارسکا ایتالیایی که 40 سال دارد و یگان موی در بالای سر هم ندارد، پس از 20 جایزه در 10 سال باید که اکنون شان و شرف و مغروری من سیتی را اقلا حفظ کرده تواند. انسو مارسکا که خود غالب چمپیونشیپ با لستر و غالب لیگ کنفرانسیا با چلسی شده است، اکنون به پیروزی در مسابقه‌های به مراتب بزرگتر با سیتی باید که عادت کند. نقطه دیگری قابل بررسی از ترانسفرهای تابستانی در اسپانیا واقعا هم سری تقدیری بعدینه نیکو پاس از رئال مادرید تاب میخورد، زیرا تا این دم کسی نمیدانست که ارژنتینی در کام میماند یا که به رئال مادرید برمیگردد. ولی وابسته به آنی که ژوزه مورینیو علاقه در تیم شاهانه چهره‌های پسندی دل را زیاد سرجم کرد، پس پرس را ضرور آمد که نیکو پاسی با مهارت را به یک موسم دیگر در تیم فابرگاس باقی ماند. کامو هم تصدیق نمود که پاس را برای عوض 60 میلیون یورو خریداری نموده است، ولی مادریدی ها 1 سال بعد طبق شرطنامه می توانند او را بر عوض 80 میلیون یورو باز پس خریداری نمایند. این نقطه شرطنامه را محض به خاطر خواهش خود بازیگر شامل شرطنامه نموده. در صورت شرط و ضرور بودنش بر رئال مادرید در آینده او البته که تیار است که درو راه سمت تیم شاهانه پیش بگیرد. یک سخن دیگری ترانسفری در پس منظر آوازها اطراف رفتن خولیان الوارز از اتلتیکو، این علاقه به گزارش عملی شده کلیمان لنگله ربط دارد. سابق دفاعگر فرانسوی بارسا از دسته مادریدی سیمیونه و بنفیکا رفت و با پرتغالی ها شرطنامه 3 ساله امضا نمود. موسم بعدی را لنگله طبق شرطنامه در اجاره گذرانیده، سپس به پرگی و بنفیکا همراه می شود. علاقه در مورد ترانسفری فرانسوی 31 ساله و علاقه برای دستای توپ نوکاره هم رسما اعلان کرده شد. موسم قبلی کلیمان 19 بازی و 1 ارسال گلی در آمار داشت و اتلتیکو در راه جایزه گیری هیچ موفق شده نتوانست. کلیمان لنگله علاقه به زمین پرتغالیا نرسیده، تیم سیمیونه درو از آلمان دفاعگری نو آورد. اینجا گپ سری خریداری الیخاندرو گریمالدو می رود که با مادریدیان شرطنامه مهلتش تا سال 30 امضا نمود.
در خودی بارسا باشد چند پیش اگر اویدی خیر خوش کردن روبرت لیواندوفسکی معلوم بود، اکنون معلوم شد که پولشگی با MLS می رود. باشگاه چیکاگو فایر علاقه اویدی ترانسفری لیواندوفسکی و امضا کنی شرطنامه تا انجام موسم 2027-28 با ستون گلزنی پولشگی امضا نموده. اعلان نموده چیکاگو باید واقعا از گل‌های روبرت آتشین شود. همین طریق سابق حمله‌ور 37 ساله تیم‌های بارسا و باواریا که موسم قبلی در لالیگا 31 بازی 14 گل و 2 پرتافت گلی داشت، بهره نفقه با فراغت به آن سمت اقیانوس پرواز می‌کند. اینتر میلان بعد چمپیون شوی و تمدید کنی شرطنامه با کریستیان کیوو قرار کرد که از بعض سابقه دارانش خلاص شود و لکه رسما اویدی رفتن استفان دوری، فرانچسکو اچربی و ماتئو دارمیان اعلان نمود. کل این دفاعگران تیم میلانی را چون بازیگرانی آزاد ترک نموده با تیم صاحب جایزه های مختلف هم شدند. اچربی از سال 22 در اینتر بوده، با همراهی دارمیان و دوری صاحب جام و سوپر جام ایتالیا هم شده است. همزمان دروازه‌بان 37 ساله شویتساری یان زومر نیز با انجام مولت شرطنامه اینتر را یک طرف گذاشت. دروازه‌بان صاحب نام بعد 4 جایزه در 3 موسم با دسته بالاخره به سمت دیگر می رود. زومر در عموم در صف اینتر 139 بازی گذرانیده، در ردیف قهرمانی در ایتالیا همچنین جام‌های داخلی را هم طوری سر برداشت. همین طریق از اینتر میلان که یک قطار بازیگرانی صاحب نام رفتند، استفان دوری از میان رفتگی ها علاقه جای کاری نو پیدا نمود. او با پاناتینایکوس پیوسته در تیم یونانی طبق شرطنامه 1 ساله فعالیت خواهد کرد. دوری 34 ساله که از اینتر چون اگنت آزاد رفت، موسم قبلی در صف دارندگان اسکودتو در عموم 11 بازی در سری آ دارد. اینتر در ایتالیا که همگی را از میان پیرانی کار از دست جواب داد، میلان باشد برعکس بازیگرانی نو می‌آورد. اینجا گپ سری گزارشی حمله‌گری پرتغالی PSG گونسالو راموش است که با رسانری شرطنامه مولتش تا سال 31 بسته است. راموش هرچند که در PSG فعالیت میکرد و 2 مراتب غالب لیگ چمپیون‌ها هم شده بود، ولی از نگاهی دریافت خوشبختی در میدان واقعا هم رنج می‌برد. او بیشتری وقتها کامیابی پاریژیان را فقط از کنار میدان شاهدی میکرد. از این رو این پرتغالی 25 ساله قرار کرد که بر عوض 75 میلیون یورو به میلان رود، زیرا آنجا دیگر نه فولکروگاستو نه خیمنز کاری بزرگی کرده توانست. برای میلان باشد این ترانسفر پس از آوردن لیاو در تاریخ رکوردی است. در امضا کنی شرطنامه با راموش به قول سرمربی نوی میلان روبن آماریم منفعت دار بوده است. خواهیم دید که سابق منیجر MU و حمله‌ور ذخیروی PSG تا کجا برای میلانی ها در کار شده میتوانند. گپ خبر از ساحل های لاجوردی و منزلی بویی اون است که باز یک میراث بری مسی به سنگر آرمان ها نرسید و در نیمه راه پرچم سفید بالا کرد. منظور سخن البته که مسی دوم نشدن انسو فاتی می باشد که پس از چند سالی سرسانی های اجاروی بالاخره از جانب موناکو خریداری گردید. با فاتی مانگاسکیا شرطنامه با مولت تا سال 2030 امضا نموده، بازیگر بر عوض 11 میلیون یورو به چمپیونات فرانسه آمد. بازیگر 23 ساله با 11 گل در 25 بازی به دسته اجاروی خود اثبات کرد که از برایش دادن پولی بیشتر از 10 میلیون یورو ارزنده است، ولی به هر حال این 10 میلیون به چینک اروپاییان پولی هم نیست که از برای صاحب شدن میراثگذاری اساسی مسی خپودم داده باشند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.